أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از مستوای اول کورس یکم از درس های زبان عربی 18 درس گرفتیم. امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 19 را برای شما برادران و خواهشمندان زبان عربی پیشنهاد میکنیم. درس امروزه ما و شما درس 19 از کورس یکمی زبان عربی می باشد. الدرس التاسع عشر، یعنی که درس 19. همچنین جایز است که بگوییم الدرس التاسع عشر، یعنی که التاسع یا التاسعه هر دوش جایز است و درست است و در زبان عربی خطا نمی باشد. اما اگر معدود ذکر شود الدرس التاسع عشر درسن باشد، اگر فقط یک وجه ما حق داریم که باید بگویم التاسع عشره. التاسع گفته نمیتونیم اگر که بعدش درسن گفته ذکر شود، یعنی که تمیز ذکر شود یا معدود ذکر شود. پس ما در این صورت یک وجه حق داریم. در اینجا که ذکر شدگی نیسته، برای خاطر دو وجه حق داریم. می شود که التاسع بگوییم یا التاسعه بگوییم. درس‌های گذشته همچنین در این باب اشاره های داشتیم. و پیش از اونه که به درس داخل بشویم باید موضوع درس را بدانیم. آیا می دانید که موضوع درس امروزه ما و شما چیست؟ موضوع درس امروزه ما و شما عدد می باشد. عدد یعنی که حساب. ما در زبان عربی عدد داریم و معدود داریم. عدد داریم و معدود داریم. عدد مثلا 1 2 3 4 5 10 20 و 100 همین عدد میگن، یعنی که همین ها عدد هستند. و معدود داریم. معدود هر اونچه که حساب کرده میشه، مثلا که 10 تا کتاب، پس 10 عدد شد و کتاب معدود شد. این را در ذهنتون بگیرید. یا مثلا میگیم 10 تا طلبه، 10 شاگرد، 10 این عدد شد و شاگرد این معدود شد. یا میگیم که 3 استاد، 3 عدد شد و استاد معدود شد. اینها را نامش در ذهنتون بگیرید، عدد و معدود. و همچنین پیش از اونه که در درس داخل بشویم در یک ورقه یک کلمه زیبا را میگویم، در ذهنتون داشته باشید و در ورق بنویسید، حفظش کنید. و یک قاعده نحوی است، قاعده گراماتیکی، میگوین که العدد یخالف المعدود من 3 الى 10. المعدود یکون جمعا. این را در ذهنتون داشته باشید. این را با یک بار دیگر میگم نوشته بگیرید. العدد یخالف المعدود من 3 الى 10. المعدود یکون جمعا، یعنی که عدد مخالف معدود می باشد از 3 تا 10. از 3 تا 10 را مخالف معدود می باشد. مخالف یعنی چی؟ ما و شما درس‌های گذشته بسیار وقت می گرفتیم، می گفتیم که هذا طالبون. اگر زن باشه میگیم که هذه طالبتون. یادتون هست؟ هذا گفتیم برای مرد است، هذه برای زن هست. و طالبون مرد رو میگویند، طالبتون در آخرش ت داشته باشد زن رو میگویند. در حساب انا همین مخالف قاعده هست. مخالف قاعده است. یعنی که اگر که گفتنی باشه که 3 مرد، میگوی ثلاثه رجالین، میگویی ثلاثه رجالین. اصلا ببینید رجال مرد است، برای چی ثلاثه گفتیم آخرش در ت موندیم؟ این قاعده عربی است. انا همین قاعده را حفظ کنید. انا همین قاعده در همین حساب کردنش برای شما فایده میدهد که عدد خلاف در همین جا
عدد معدود خلاف میکند. عدد معدود خلاف میکند یعنی که سه را در آخرش ت میمونیم اگر که بعدش معدود ما مذکر باشد. اگر که معدود ما مؤنث باشد عدد مذکر میکنیم. مثلا گفتنی باشیم که سه مرد میگیم که ثلاثه رجالین. اگر زن گفتنی باشیم چی میگیم که ثلاث نسائین. ببینید رجالین در آخر ثلاثه ت موندیم ثلاثه تو گفتیم، اما در زن دکی آمدیم مؤنث دکی آمدیم نساء جمع زنها دکی آمدیم گفتیم که ثلاثه نگفتیم. این را به در یادتون بگیرید از 3 تا 10 خلاف قاعده است. خلاف قاعده است. قاعده که باید این باشه که مذکر باشد باید این را مذکر کنیم، مؤنث باشد باید مؤنث کنیم، اما در اینجا برعکس است. اگر مؤنث باشد مذکر میکنیم، اگر مذکر باشد مؤنث میکنیم. یعنی معدود نگاه میکنیم معدود چی است. معدود مذکر باشد عدد مؤنث میکنیم، معدود اگر مؤنث باشد عدد مذکر میکنیم. همچنین این یک قاعده را نصف دیگری قاعده که المعدود یکون جمعا. از 3 تا 10 را همون معدودی را میاریم که اون معدود ما باید جمع باشد. مثلا که ثلاثه رجولین نمیگیم، رجالین جمعش میاریم. یا مثلا که گفتنی باشیم که 5 تا کتاب میگیم که خمسه کتبین، کتابین نمیگیم کتبین. از رقم 3 تا رقم 10 بعدش معدودی که میآید اون را ما جمع میاریم. در ذهنتون داشته باشید جمع میآید. اگر یک کتاب باشد مفرد میآید، اگر 2 تا باشد مثنا میاد که درس گذشته ما درباره مثنا درس گفتیم که در آخر الف و نون همراه میکنیم. اگر 3 تا 10 تا باشد اگر بعد این همون معدوده همون چیزی که گفتنی هستیم همون را جمع میاریم. مثلا گفتنی هستیم که 3 خانه میگیم که ثلاثه بیوتین میگیم. و این بود موضوع درس. موضوع درس بسیار موضوع نازک است و بسیار موضوع فایده آوری هست برای کسانی که میخواهند زبان عربی را گپ بزنند. برای خاطر این را اهمیت بدید. اگر که اهمیت بدید آسان است، مشکل نیست. از 3 تا 10 خلاف قاعده است. خلاف قاعده یعنی قاعده ما همینه که مذکر باشد باید مذکر بیاریم، مؤنث باشد باید مؤنث بیاریم. اینجا در خلاف قاعده است. مذکر مؤنث میاریم، مؤنث مذکر میاریم. این اینقدر فرقیت است و این را در ذهنتون داشته باشید. و میگذاریم به درسمون. در درس ما شما ببینید میگوید که کم طالبا جدیدن فی فصلک یا شیخ. کم طالبا جدیدن فی فصلک یا شیخ، یعنی که چند طلبه نو است در صنف تو ای شیخ. کم چند تا درس گذشته خوانده بودیم. با این کم استفهامیه گفتیم، بعدش طالبا این تمیز است. کم طالبا جدیدن یعنی چند طلبه نو است. طالبا جدیدن صفت طالب است. فی فصلک در صنف تو یا شیخ و ای شیخ. ببینید کم در محل رفع میگید مبتدا است و طالبا تمیز است، جدیدن صفت طالب است. فی فصلک فی حرف جار است، فصلی اسم مجرور است، فصل مضاف است و ک مضاف الیه است و یا حرف ندا است، شیخ منادا است. و این را در ذهنتون داشته باشید. یعنی که همینطور اعراب میکنید. کم طالبا جدیدن فی فصلک یا شیخ، یعنی چند طلبه نو است در صنف تو ای شیخ. مدرس جواب میگوید. مدرس جواب میگوید فیه 10 طلاب جدد. فیه 10 طلاب جدد، یعنی که در همون فیه یعنی در همون صنف. فیه یعنی در همون، در وی یعنی در صنف. 10 طلاب 10 طلبه است، جدد نو هستند. 10 را ببینید آخرش ت دارد. طلابین ببینید مؤنث مذکر مؤنث نیست، لیکن 10 مؤنث است. ما گفتیم که قاعده را خلاف میکنیم. نه، طلاب معدود است، 10 عدد است. عدد ببینید که مذکر است، معدود ببینید که عدد ببینید که مؤنث است، معدود ببینید که مذکر است. این قاعده را در ذهنتون تا آخر درس آوردن بگیرید. 10 طلابین، 10 عدد هست و مؤنث است. طلاب مذکر هست،
و معدودش میگیم. معدود مذکر هست. جدودین صفت طلاب هست. جدودین صفت طلاب است. پس این را اعراب در این طور میگید فیه جار و مجرور متعلق به کائنون میگید خبر هست، خبر مقدم هست، عشرتو مبتدای مؤخر هست، عشرتو مضاف است، طلابین مضاف الیه هستی و طلاب موصوف است، جدودین صفت هستی. این در درس گذشته درباره موصوف و صفت با تفصیل صحبت داشتیم. پس جای درس ما و شما همینجا عشرتو طلابین هسته. ببینید عشرتو عدد مؤنث است، طلاب مذکر هست. یکم و دوم عشرتو را ببینید مؤنث است، طلاب جمع است. ما گفتیم که از 3 تا 10 بعدش معدودی می اومدگی را ما به صیغه جمع میاریم، به صیغه مفردش نه، تنهاش نه، به صیغه مثنی هم نه، به صیغه جمعش میاریم. الان اینجا ببینید عشرتو طلابین هست. طلاب جمعی طالبن است. طالبن یک طلبه، طلابن طلبه ها. المدیرو مدیر میگوید که من این هم، من این هم یعنی که از کجا هستن آنها. من این از کجا است، از کجا است، هم آنها. پس در اعراب میگید من حرف جاره، این ظرف است مجرور و جار و مجرور متعلق به کائنون میگید خبر مقدم و هم مبتدای مؤخر هست. هم مبتدای مؤخر هست یعنی که اول خبر اومدگی است بعد مبتدا اومدگی است. برای خودت میگید مبتدای مؤخر یعنی مبتدایی که بعد خبر اومدگی است. اکلهم من بلد واحد، اکلهم من بلد واحد یعنی که آیا همه اونها، همون 10 طلبه نو میگد کلهم یعنی همه آنها من بلد واحد از یک بلد هستند، از یک شهر هستند، از یک دولت هستند. آیا کلو همش، هم آنها، کلهم یعنی که آیا همه اونها من بلد واحد از یک دولت هستند. پس در اعراب میگوید که حرف استفهام لا محل، کلو مبتدا است، کلو مضاف است و هم مضاف الیه. من بلدین جار و مجرور متعلق به کائنون خبر می شود. کل مبتدا است، من بلدین خبر شد. واحدین صفت بلد است. من بلدین واحدین، بلدین اسم مجرور هست همچنین موصوف است، واحدین صفتی بلد می باشد. و این اعرابی گذاشتمون هست یک یادرس کرده استادیم. المدرسو مدرس چی میگوید؟ میگوید که لا هم من بلاد مختلفتین، میگوید نه وی ها از شهرهای گوناگون هستند. میگوید لا یعنی که نه هم وی ها همون طلبه ها من بلادین از شهرهای مختلفتین گوناگون. بلاد جمع بلد است. بلد یک شهر یا دولت، بلاد دولت ها، شهرها. مختلفتین یعنی گوناگون، هر خیله. میگه لا هم من بلاد مختلفتین، نه وی ها از شهرهای گوناگون هستند. پس هم را ضمیر است در محل رفع مبتدا است. من بلادین من حرف جار است، بلادین اسم مجرور است، جار و مجرور متعلق میگه به کائنون خبر شد. هم مبتدا است، من بلادین خبر است. مختلفتین چی است؟ مختلفتین صفت بلاد است. مختلفتین صفت بلاد است. ما و شما در سال گذشته گرفته بودیم که جمع تکسیر رو اگر که ما صفت کی کردیم پس صفت رو مؤنث میکنیم، صفت رو مؤنث میکنیم. اینجا ببینید بلاد جمع غیر عاقل هست. جمع غیر عاقل اگر صفت کی کردیم ما با چی میاریم؟ با مفرد مؤنث میاریم. مختلفتین مفرد است و مؤنث است و صفت بلاد هست. بلاد غیر عاقل است، برای خاطر صفت مؤنث میاریم. میگه که منهم 3 طلاب من فیلیپین. منهم یعنی از آنها 3 طلاب 3 طلبه من فیلیپین از فیلیپین است. منهم میگه که منهم یعنی که از آنها هم 10 طلبه که هسته. منهم منی در زبان عربی منی تبعیضش میگن. منی تبعید یعنی که بعضی ازشون. در جده بعد در ترجمه میگه که منهم یعنی بعضی از اونها 3 طلاب من فیلیپین، 3 تاشون از فیلیپین است. بعضی از اونها 3 تاشون از فیلیپین است یعنی که 3 تا از 10 تا بعضیش از فیلیپین است. ببینید 3 مؤنث است، عدد مؤنث است، طلاب مذکر هست. اهمیت بدهید، دقت بدهید. 3 مذکر مؤنث است، طلاب مذکر هست. باز
طلاب جمع است. بعد معدود گفتیم ما عدد رو از 3 تا 10 عدد رو جمع میاریم. در اینجا ببینید ثلاثه 3 است، بعدش معدود جمع اومده است. طلابی من فیلیپین، از فیلیپین هستند. و اربعه طلابی من الیابانی، و اربعه طلابی من الیابانی، و 4 طلبه میگه از ژاپنیا است. و اربعه و 4 شاگرد، طلاب شاگرد، من الیابانی از ژاپنیا است. ببینید اربعه عدد مؤنث است و طلاب یعنی معدود مذکر هست و باز ما گفتیم که معدود رو جمع میاریم. طلاب جمع است، جمع طالب. و طالبان من الصینی، و طالبانی من الصین 2 طلبه. ما گفتیم در آخری اسم مفرد اگر الف و نون همراه کرده مثنا می شود. طالبان 2 طلبه، طالبون 1 طلبه، طالبان 2 طلبه. من الصینی از سین است و طالبان من الصین یعنی 2 طلبه از سین است. و طالب واحد من مالزیا، مالزیا یعنی که و طالب واحد یعنی که 1 طلبه از مالزیا بوده است. و طالب واحد یعنی که 1 طلبه از مالزیا بوده است. پس همین 10 تا تقسیم کرد. 3 تاش از فیلیپین بوده است، 4 تاش از ژاپنیا بوده است و 2 تاش از چین بوده است و 1 تاش از مالزیا بوده است. پس این را اهمیت بدهید و ببینید که بعدی از رقم 3 تا رقم 10 معدود خلاف عدد خلاف معدود است و باز معدود جمع می آید. اهمیت داده باشید این را. مدیر میگوید که فی فصل که طلاب من امریکا، آیا در صنف تو طلبه ها از امریکا است؟ آیا فی در فصل که صنف تو، فصل صنف که تو، فصل که یعنی صنف تو، طلاب طلبه ها است من امریکا از امریکا، یعنی میگه در صنف تو طلبه ها از امریکا است. مدرس میگوید که نعم، بله میگوید. فیه 7 طلاب من امریکا، فیه 7 طلاب من امریکا یعنی در صنف من، فیه در همون یعنی در صنف 7 طلاب 7 طلبه است من امریکا از امریکا، 7 طلبه از امریکا است میگوید. ببینید 7 عدد است مؤنث است، طلاب معدود است و مذکر است و باز معدود با صیغه جمع آمده است. طلاب صیغه جمع طالب هست. موضوع درس است، برای خاطر تکرار کردن گیرید. مدیر میگه اهم جدودون، اهم جدودون یعنی که آیا وی ها نو هستند. آیا هم وی ها جدودون نو ها هستند، یعنی که همون 7 طلبه ای که میگه از امریکا است، آیا اونها نو هستند. مدرس میگه لا هم قدامه، میگه نه وی ها قداما هستند. قداما جمع قدیم هست، قدیم یعنی کهنه، جمع باشد قداما می شود. قداما یعنی که کهنه ها، یعنی که پیشینه ها، یعنی که از زمان پیش میخوانند، یعنی که طلبه های نو نیست، طلبه های پیشینه هستند. میگه هم قداما جمع قدیم است. قدیمون 1 تا پیشینه یعنی کهنه، قداما پیشینه ها، کهنه ها. مدیر میگه که کم طالبا فیه من اروپا، چند طلبه است فیه در همون صنف. کم طالبا یعنی چند طلبه است فیه در همون صنف، من اروپا از اروپا یعنی چند طلبه از اروپا است در همون صنف. مدرس میگوید که فیه 5 طلاب من انگلترا، فیه 5 طلاب من انگلترا یعنی در همون صنف، فیه در وی، یعنی وی گفته صنف در نظر دارد، اشاره به طرف ضمیر برمیگردد به فصل. فیه هی که در آخرش میبینید این ضمیر است، برمیگردد به فصل، یعنی در همون فصل یعنی در همون صنف 5 طلاب 5 طلبه است من انگلترا از انگلترا، از دولت انگلترا است میگه 5 طلبه. و جای درس اهمیت بدید 5 عدد است و طلاب معدود است. 5 مؤنث است یعنی که عدد مؤنث است و معدود مذکر هست و جمع است. و 8 طلاب من المانیا، و 8 طلاب، اینجا طلابی کرده، طلابین بگید. اگر الف لام نداشته باشد تنوینش بدهید، اگر الف لام که داشته باشه بعد تنوینش نمیتیم. و 8 طلاب من المانیا
یعنی که میگوید 8 طلبه 8 شاگرد از المانی است و ثمانیتو ببینید آخرش ت دارد مؤنث است عدد و معدود ما طلاب معدود است و مذکر هست و جمع هست و سته طلاب من فرانسه و سته طلاب من فرانسه و 6 طلبه میگد 6 شاگرد از فرانسه است و سته 6 سته را ببینید آخرش ت دارد مؤنث است معدود ما مؤنث است عدد ما مؤنث است و طلاب معدود است معدود مذکر هست و جمع هست و 9 طلاب من اليوناني و 9 طلاب من اليوناني و میگه 9 طلبه و 9 شاگرد از یونان هست و 9 ببینید معدود است و 9 عدد هست مؤنث است طلابی معدود است و مذکر هست من اليوناني یعنی از ژاپنی است از یونان است یونانی والله علم ژاپنی است اون طرف است و 9 طلاب من اليوناني یعنی 9 طلبه از یونان هست 9 یعنی که 9 مدیر میگه شکرا یا شیخو پس مدیر یعنی که معلومات درباره صنف شیخ گرفت پس میگه شکرا یا شیخو یعنی که شکر ای شیخ یعنی که رنگ ما و شما رحمت میگوییم به مثل همین رحمت یا شیخ اصل این شکرا مفعول مطلق فعل محذوف است اصلش این طور است که اشکرک شکرا یا شیخو اشکرک شکرا یعنی که شکر میگویم تو رو شکر گفتنی ای شیخ اصلش همین است اما عربا بسیار استفاده که میبرن فعلش محذوف میکنن و فقط مفعول مطلق رو میارند و خلاص مفعول مطلق میگن در اعراب در بیان کردن این یا مصدرش هم میگن مصدر از فعل محذوف است یعنی که اشکرک شکرا یا شیخو یعنی که شکر میگویم تو رو شکر گفتنی ای شیخ شیخ گفته عربا استاد را یا که هر کس را احترام که کردن شیخش میگویند پس میگذاریم بعد تمرین ها پیش از اونه که به تمرین بگذاریم در اینجا ببینید ما و شما فقط مذکر آوردیم نه معدود فقط مذکر آوردیم فقط معدود را مذکر آوردیم و اگر همینجا در ما معدود مؤنث که کردیم تغییر مییابد حساب همون مثلا که اینجا را ببینید فی 5 طلابین اگر همین طلاب ما مؤنث کردیم طالباتین گفتیم اگر 5 نمیگیم 5 میگیم 5 طالباتین میگیم 5 را مذکر میکنیم و طالبات هم مؤنث و جمع میاریم فهمو و 8 طلابین اگر که زنها را گفتنی باشه میگیم 8 و 8 طالباتین میگیم یعنی که بر ضد قیاس میاریم یا بر ضد عدد میاریم معدود را تمارین جمع تمرین یعنی که تمرین ها تمارینو جایز نیست که ما بگیم که تمارینون برای چی جایز نیست به خاطر اینه که ما گفته بودیم در سوی گذشته که این صیغه منتهی الجموع هست صیغه منتهی الجموع تنوین قبول نمیکند و کسره هم قبول نمیکنه مگر در حالتی که مضاف شود اگر قبول میکنه رقم 1 اقرا و اکتب میگه بخون و بنویس اقرا بخون و اکتب بنویس رقم 3 بله رقم 3 اینه که 3 را آورده است میگه که 3 طلاب رقم 3 را ببینید میگه 3 طلاب یعنی 3 طلبه 3 طلابین 3 طلبه برای چی 3 گفتیم آخرش در ت گفتیم به خاطر اینکه معدود ما مذکر هست همینجا در ما برعکسش میکنیم میگیم که 3 طالباتین طالبات ببینید طلاب جمع مذکر هست و طالبات جمع مؤنث است و 3 نمیگیم 3 طالبات نمیگیم 3 میگیم بر ضد قاعده میاریم بر ضد قاعده میاریم مثلا که 3 مؤنث است طلاب مذکر هست اگر همین طلاب ما مؤنث که کردیم 3 را مذکر میکنیم میگیم که 3 طالباتین یعنی که 3 طلبه دختر یا که اینجا نوشتگی است که 3 طلابین یعنی 3 طلبه های پسری بچه
رقم 7 رو ببینید. سبعة طلاب، یعنی که 7 طلبه، 7 شاگرد. سبعة طلاب، 7 شاگرد. این طلاب رو ببینید مذکر کی است، برای خاطر سبعة رو مؤنث آوردیم. و طلاب رو اگر مؤنث کی کردیم میگیم که سبع، تر نمی نویسیم، سبع طالبات، یعنی که 7 طلبه دختر. سبع طالبات یعنی 7 طلبه دختر. لیکن سبعة طلاب باشد 7 طلبه بچه، پسر بچه، پسر شاگردی پسری. رقمی 4 اربعة طلاب، یعنی که 4 طلبه. اربعة طلاب، 4 طلبه بچگی. اگر مؤنث کرده میگیم که اربع طالبات، اربع طالبات یعنی 4 شاگردی دختری. اربعو میگیم، اربعتو نمیگیم، برای که ما در اینجا عدد خلاف معدود میشود. گفتیم معدود اگر مؤنث باشد عدد مذکر میشود، از 3 تا 10 را. و رقم 8 ثمانیة طلاب، یعنی 8 شاگردی بچگی. ثمانیة طلاب، 8 شاگردی بچگی. اگر مؤنث کرده میگیم که ثمانی طالبات، ثمانی طالبات یعنی که 8 طلبه. و ت آخرش رو ثمانیة را تش نمی نویسیم، به خاطر آنه که عدد خلاف معدود می شود. رقم 5 خمسة طلاب، خمسة طلاب. خمسة یعنی 5 طلاب طلبه ها، 5 طلبه، 5 شاگردی بچگی. اگر مؤنثش کردیم زنانه کردیم میگیم که خمس طالبات. خمسو، خمسة نمیگیم، اگر مؤنث بگیم دخترها را بگیم خمسو میگیم. خمس طالبات یعنی که 5 شاگردها، شاگرد دختر. رقم 9 رو ببینید. تسعة طلاب، تسعة طلاب یعنی 9 شاگرد، 9 شاگردی بچه. اگر دختر گفتنی باشیم دخترها، شاگرد دخترها باشد، اگر میگیم که تسع طالبات، تسع طالبات یعنی 9 دختر، 9 شاگردی دختری. رقم 6 ستة طلاب، ستة طلاب یعنی 6 شاگرد، شاگردی بچگی. ستة طلاب شد 6 شاگردی بچگی. اگر این را مؤنث کی کرده میگیم که ستو، تی دیمش حذف میکنیم، میگیم ستو طالبات، ستو طالبات یعنی که 6 شاگردی دختری. رقم 10 رو بینید. عشرة طلاب، عشرة طلاب یعنی که 10 شاگردی بچگی. اگر دختر گفتنی باشیم اگر میگیم که عشر طالبات، عشر طالبات. و همچنین یک قاعده دیگر هم قاعده نحوی است و اگر هرچند که عمومی هم نباشد یا فایده دارد براتون بگم. و عشر و عشرتو، بعضی وقتا عشرو میگیم، شین ساکن میتیم. برای چی؟ بگن اگر مؤنث باشد اگر شین ساکن میتیم، میگیم که عشر طالبات، عشر طالبات یعنی که 10 طلبه، طلبه دختر، عشر طالبات. لیکن اگر مذکر باشه میگه عشرتو، شین فتحه میتیم. این را در ذهنتون داشته باشید. همین عشرو در جا عشرو میگیم و در جا عشرتو میگیم، در یادتون داشته باشید. اگر که مذکر باشد اگر عشرتو میگیم، اگر مؤنث باشد همون معدود ما عشرو میگیم، اگر مؤنث باشد معدودمون عشرو میگیم. پس در اینجا عشرتو ببینید، عشرتو شین ببینید فتحه دارد. عشرتو طلاب برای معدود مذکر هست. همین معدود اما طلاب اگر طالبات کنیم مؤنثش کنیم میگیم که عشرو، عشرونه، عشرو شین ساکن میتیم. پس این قاعده هم در ذهنتون داشته باشید. البته این قاعده عمومی نیست اما غالبا همین طور میآید. و میگذاریم بعد تمرین رقمی 2 اقرا و اکتب، میگه بخوان و بنویس. این تمرین رو میگه بخوان و بنویس. در دفتر بگیرید اکنون بنویسید، همچنین بخونید و بنویسید و همچنین ترجمه کنید برای یادگیریتون. پس اقرا فعل امر است، فاعلش انت.
اگر زنانش که میگیم که اقرئی، بخون تو زن. اقرا بخون تو مرد. وکتب بنویس تو مرد. اگر زن رو بگیم میگیم وکتوبی، بنویس تو زن. رقم یک، عندي 5 كتب و 3 اقلام. ببینید میگه که من 5 کتاب دارم و 3 قلم دارم. عندي یعنی که دارم من. عندي گفتیم در حالت چیزای بیجان باشد. اگر میگیم عندي یعنی که دارم من. اگر که چیزی جاندار باشه میگیم که لی دارم من. اگر بیجان باشه میگیم عندي. ببین اینجا کتاب رو گفته، کتاب بیجان که است برای همین خاطر گفته سه که عندي یعنی دارم من. عندي 5 كتب یعنی که میگه که من دارم 5 کتاب. اینجا ببینید حرکت ها نیست. ما از کجا دونستیم که 5 است تو 5 نی یا 5 نی؟ از کجا فهمیدیم؟ اعراب برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اعراب دونستیم پس این چیزا میدونیم. عندي میگیم ظرف است، عند مضاف است یا مضاف الیه و در محل رفع خبر مبتدا مقدم هست. خبر هست و مقدم هست. عندي خبر مقدم هست. 5 باشه چی؟ 5 مبتدا است. برای خاطر 5 میگیم. ما گفتیم که همه وقت مبتدا مرفوع می باشد. برای خاطر 5 میگیم. 5 بگیم غلطه. 5 بگیم غلطه. 5 میگیم یعنی که 5 و این مبتدا است. و کتوبین، برای چه کتوبین میگیم و کتوبون نمیگیم؟ به خاطر اینکه 5 مضاف است و کتوبین مضاف الیه. بعد عدد از 3 تا 10 که گفته سیم اعراب انا همون معدود ما بعد عدد که میآید انا همون معدود مضاف الیه هست. همه وقت در ذهنتون داشته باشید همه وقت مضاف الیه می باشد. 5 کتب 5 کتب 5 مضاف است و کتبین مضاف الیه. و 3 رو برای چی 3 گفتیم؟ این 3 واو عاطفه میگیم. 3 معطوف بر 5 است. 5 اگر مرفوع باشد 3 هم مرفوع می شود. و اقلامین همچنین مضاف الیه است، چطوری که کتبین مضاف الیه بود. درباره عطف، حرفای عطف است و چطور عطف شده، چی چیزها عطف شده میتواند و چی چیزها عطف شده نمیتواند ان شاء الله در آینده میخونیم. و یکی از حرفای عطفی که مشهور و معروف است این واو می باشد، چطوری که در اینجا دیده است. و 3 میگیم معطوف علی 5، عطف علی 5 است و 5 معطوف است. 3 عطف است. واوی حرف عطفش میگیم در اعراب. ببینید عندي 5 کتب و 3 اقلام. میگه که من 5 کتاب دارم و 3 قلم دارم. رقم 2 خالد له 6 ابناء. میگه خالد 6 فرزند دارد. ببینید در اینجا نگفتیم خالدون عنده، نگفتیم، گفتیم له. برای چی له گفتیم؟ عنده هم بگیم یعنی که دارد وی، له هم بگیم دارد وی. لیکن برای چی له را گفتیم و عنده را نگفتیم؟ به خاطر اینکه ابنا پسرها این جاندار هست. جاندار وقتی گفتیم اگر چیزی که جان داشته باشد یا عاقل باشد اگر جایز نیست که ما بگیم که عنده برای غیر عاقل است. مثلا کتاب و دفتر و روچکه و مثلا چیزهای باشد، خانه و مثلا چیزایی که باشد پس عنده میگیم. لیکن فرزند عاقل است و جاندار که است برای خاطر میگیم که خالدون له یعنی خالد دارد 6 ابناء 6 فرزند. 6 را ببینید مؤنث است، ابنا را ببینید مذکر هست. معدود را ببینید یعنی عدد 6 عدد است مؤنث است، ابنا معدود است مذکر هست. این در ذهنتون داشته باشید. همچنین خالد له 6 ابناء یعنی خالد 6 فرزند 6 بچه دارد میگه. رقم 3 کم اخن لک یا آمینتو. کم اخن لک یا آمینتو یعنی چند برادر داری تو ای آمینه. لکنی لکی برای آمینه مؤنث است. کم اخن لکی یا آمینتو یعنی چند برادر داری تو ای آمینه. برای چی لکی گفتیم؟ به خاطر اینکه منادای ما یا آمینتو، آمینه مؤنث است برای خاطر لکی میگیم.
مذکر که باشد لکه میگیم، مؤنث که باشد لکی. کم اخن لکی یا آمینه تو، یعنی چند برادر داری تو ای آمینه. کم چند، اخن برادر، لکی داری تو، یا آمینه تو ای آمینه. کم اخن لکی یا آمینه تو، یعنی چند برادر داری تو ای آمینه. لی اربعتو اخوتین، لی اربعتو اخوتین، میگوید که من 4 برادر دارم. لی اربعتو، اربعتو را بینید مؤنث است، اخوه را بینید جمع اخ است. اخ مذکر هست، اخوه جمع اخ است، یعنی مذکر هست. لیکن اربعتو مؤنث آمدگی است. به خاطر چی؟ به خاطر گفتیم قاعده را ما خلاف میکنیم از 3 تا 10 را، از رقم 3 تا رقم 10 خلاف قاعده است. اگر که عدد مذکر باشد معدود مؤنث می آید، اگر که عدد مؤنث باشد معدود مذکر می. چطوری که در اینجا میبینید اربعتو عدد هست و مؤنث است، اخوتو معدود است و مذکر است. رقم 4 فی الاسبوع 7 ایام، فی الاسبوع 7 ایام، میگه در یک هفته 7 روز است. فی الاسبوع یعنی در یک هفته، 7 ایام 7 روز است. 7 ایام روز، 7 روز است. پس در اعراب میگه فی الاسبوع جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم هست و 7 مبتدا مؤخر است. 7 مضاف است و ایامین مضاف الیه می باشد. ببینید 7 مؤنث است، ایام مذکر هست. 7 مؤنث است، ایام مذکر هست. برای خاطر خلافی قاعده آمد در اینجا. رقم 5 کم ریالا عندك الان یا عمار، کم ریالا عندك الان یا عمار، یعنی چند ریال داری تو. عندك ببینید لکه نگفت، عندك گفت. برای ریال یعنی سومی ریال سومی سعودی است، یعنی همون سوم غیر جاندار هست. برای خاطر عندك میگد، لکه نمیگد. کم ریالا عندك الان یا عمار، یعنی چند ریال داری تو حاضر ای عمار، چند ریال داری حالا ای عمار. میگد عندی الان 8 ریالات، عندی الان 8 ریالات، میگد نزد من، یعنی که دارم من. عندی میگد، ببین لی نمیگد، عندی برای غیر جاندار گفته ایستاده است. عندی یعنی که دارم من الان حاضر 8 ریالات، 8 ریال، میگد که من 8 ریال دارم. 8 ریالات، 8 ریال دارم میگوید. و اینجا همچنین عندی خبر مقدم شد، الان ظرف است. 8 برای چی 8 گفتیم؟ 8 نگفتیم یا 8 نگفتیم؟ به خاطر اینکه 8 مبتدا مؤخر است. مبتدا است، مبتدا همه وقت مرفوع می باشد. بعدش ببینید ریالات، ریالات جمع ریال هست، ریالون مذکر هست. ما گفتیم معدود ما باید جمع باشد، معدود باید جمع باشد. بعد عدد می اومدگی چیز رو معدود میگن، باید اون جمع باشه. ببینید ریالات جمع اومدگی است، از 3 تا 10 را بعدش معدود جمع می آید. رقم 6 فی هذا الحی 9 بیوت جدیدة، فی هذا الحی 9 بیوت جدیدة، میگه در همین محله، فی هذا الحی در همین محله 9 بیوت 9 خانه است، جدیدة نو هستند، 9 خانه نو است. یعنی که در همین منطقه، در همین محله 9 خانه نو هست و جدید است، یعنی که 9 خانه است و جدید است، یعنی که نو هست. ببینید در اینجا فی هذا الحی، فی حرف جار است، هذا اسم مجرور است، الحی بدل ای هذا شد. با گفتیم که بعد از اسم اشاره اگر اسم بیاد الف لام داشته باشد بدل می شود. اینجا ببینید همین بدل شد و جار مجرور خبر مقدم شد. فی هذا الحی خبر مقدم شد و 9 مبتدا مؤخر شد. 9 برای چی 9 میگیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است، مبتدا باید مرفوع باشد، لیکن اینجا مبتدا مؤخر است، یعنی بعدی خبر آمدگی است. 9 بیوتین، 9 مضاف است و بیوتین مضاف الیه. جدیدتین چی است؟ جدیدتین صفت است. صفتی چی؟ صفتی بیوت. برای چی بیوت مذکر هست و جدیدتین مؤنث آمد؟ سببش در چی است؟
ما و شما در سوی گذشته با تفصیل در این باره صحبت داشتیم. گفتیم که اگر موصوف ما، موصوف یا منعوت، اگر که جمع غیر عاقل باشد اون را به مفرد مؤنث ما صفتش میکنیم. بیوت موصوف است و جمع غیر عاقل است. جدیدتین صفتش است و مفرد مؤنث است. ببینید بیوت جمع است و جدیدتین مفرد است. بیوت جمع غیر عاقل است، جدیدتین مفرد مؤنث است. و درس گذشته اگر در ذهنتون باشد این چیز را دیگر خودتون میفهمید. رقمی 7. لهذه السيارة 4 أبواب. لهذه السيارة 4 أبواب. میگد که همین ماشین 4 در دارد. 4 ابواب، 4 در دارد. لی حرف جاره است، هذه اسم مجرور است. از سیارتی چی است؟ بعد گفتیم اسم اشاره، اسم بیاید که الف لام داشته باشد اون را بدل میگیم. پس در اینجا از سیارتی الف لام دارد، بعد اسم اشاره است، پس این چی است؟ بدل است. پس لهذه سیارتی این جار و مجرور متعلق به کائنون شد و خبر مقدم شد. این خبر است، مقدم هست. 4 برای چه 4 گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا مؤخر هست. مبتدا همه وقت گفتیم مرفوع است. ابوابین برای چه ابوابین گفتیم؟ به خاطر اینکه معدود از 3 تا 10 عدد معدودی که میآید اون را ما مضاف الیه میگیم. اما از 11 تا 99 اون را ما بعدش تمیز میگیم. چقدر که بعد کم گفتیم تمیز میآید، مثلا کم طالبا گفتیم تمیز است، انمی طور 11 تا 99 را بعدش تمیز میآید. این را ان شاء الله پسون میخونیم. حاضر یک در ذهنتون داشته باشید شد. یعنی که از 3 تا 10 بعدش مضاف الیه میآید، 11 تا 99 بعدش تمیز میآید. و همچنین از 3 تا 9 جمع میآید، لیکن 11 تا 99 مفرد میآید. تمیز را مفرد میاریم. مثلا که 13 کتابا، 13 کتابا میگیم، کتبا نه کتابا. انشاءالله ایره پسون میخونیم شه. میگد این ماشین 4 در دارد. رقم 8 رو بینید. کم ثمنو هذا الكتاب. کم ثمنو هذا الكتاب، یعنی چی قدر است پول این کتاب. کم ثمنو هذا الكتاب یعنی چی قدر هست سومی این کتاب. ثمن گفته سومش میگه، یعنی نرخش. ما و شما یا بر خونده بودیم نرخ رو. چی بود؟ سعرون. سعر یعنی که نرخ. ثمن همچنین نرخ یا سومش. کم ثمنو هذا الكتاب یعنی چی قدر هست سوم این کتاب. ثمنوه 7 ریالات و نصف. 7 ریالات و نصف. ببینید ثمنوه یعنی که نرخ همین کتاب 7 ریالات 7 ریال است و نصف 7.5 ریال است. یعنی ببینید ثمنو برای چی ثمنو گفتیم؟ ثمنینه و ثمنیه نگفتیم یا ثمنه نگفتیم، ثمنو گفتیم. برای ثمنو مبتدا است. ثمنو مبتدا است. ثمن باز مضاف است و هو ضمیری که در آخرش است این مضاف الیه هست. 7 برای چی 7 گفتیم یا 7 نگفتیم، 7 نگفتیم؟ به خاطر اینکه 7 خبر هست. ثمنه مبتدا است، 7 خبر هست. 7 مضاف است و ریالات مضاف الیه هست. و نصفون برای چی نصفون گفتیم؟ به خاطر اینکه عطف به 7 هست. عطف به 7 می باشد، برای همین خاطر و نصفون میگیم. نصفین نه یا نصفن نه، نصفون برای واو عاطفه است، عطف میکند به 7. رقم 9. في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و 4 طلاب جدد. حرکتش بسیار اهمیت بدید. الان چرا که وقتی که حرکت که میمونید یعنی که در ذهنتون باشد برای چی مونده سین همین حرکت. مثلا فی هذا الفصل در همین صنف میگد
عشرتو طلابین. برای چی عشرتو گفتیم؟ برای چی طلابین گفتیم؟ عشرتو طلابین، 10 تا طلبه است. کدام؟ اون 10 طلبه میگه طلبه پیشینه است، یعنی کهنه است. و اربعه طلابین جدودین، و 4 طلبه نو هست میگه، و 4 شاگردی نو هست. ببینید در اینجا فی الفصلی، فی هذا الفصلی، فی حرف جار، هذا اسم مجرور می شود. و الفصلی برای چی فصلی گفتیم؟ به خاطر اینکه بدل ای هذا است. هذا پیش از هذا فی است، برای خاطر فصلی میگیم، برای بدل است. فی هذا الفصلی بدل ای هذا است. یعنی در همین صف این فی هذا الفصلی خبر مقدم شد. عشرتو، برای چه عشرتو گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است، مبتدا. طلابین، برای چه طلابین گفتیم؟ به خاطر اینکه این مضاف الیه هست. قداما، برای چه قداما گفتیم؟ قداما را اصلا اعرابش چی است؟ در اعراب چی میگیم؟ قداما صفت است. صفت برای چی؟ برای طلاب. لیکن صفت طلابین باید قدامین باید بگیم. به خاطر چی کسرش ندادیم؟ این قداما آخرش الفی مقصوره که دارد، این حرکت قبول نمیکند. یادتون باشد در درس‌های گذشته چند درس پیش گفته بودیم که حرکت آخری اسم گاه وقت ظاهر می شود، گاه وقت مقدره می شود. ظاهری و مقدره و تقدیری می شود. و طلابین حرکتش ظاهری است، می بینیم طلابین. قداما حرکتش تقدیری است، یعنی که در اصل حرکت دارد لیکن قبول کرده نمی تواند. فهمو؟ اصلا باید قداما آخرش کسره بگیرد، لیکن کسره نگیره. برای اویایی که الفی که در آخرش میبینید اون الف کسره قبول کرده، الف اصلا حرکت قبول کرده نمیتواند. برای همون خاطر میگید که قداما صفت للطلاب مجرور، صفت المجرور مجرور، و علامت جره فتحة المقدره، کسرة المقدره، منع من ظهورها التعذر. میگوید تعذر یعنی که ناامکان است که ما را کسره بتیم. و اربعه طلابین جدودین، و 4 طلبه نوست. و اربعه، برای چه اربعه گفتیم؟ طلابین، برای چه طلابین گفتیم؟ جدودین، برای چه جدودین گفتیم؟ این هر یه ما گفتگی هستیم. برای واو عاطفه است. اربعه عطف شد بر عشرتو. عشرتو که آخرش دمه کی است، اربعه هم آخرش دمه می شود، مرفوع است، مرفوع می شود. و طلابین جدودین را بارها تکرار کردیم. و 4 طلبه نو، و اعرابش هم چنین بیان کنید. برای چی طلابین گفتیم، جدودین گفتیم. رقمی 10. کم قمیصا عندك یا ابراهیم. کم قمیصا عندك یا ابراهیم، یعنی چند پیراهن داری. عندك یعنی داری تو. کم قمیصا عندك یعنی چند پیراهن داری تو، یا ابراهیم، ای ابراهیم. یعنی چند پیراهن، چند کرته داری تو ای ابراهیم. میگه که عندی 4 قمصان. عندی 4 قمصان، میگه که من 4 پیراهن دارم. عندی یعنی که دارم من. برای چی عندی گفت لی نگفت؟ به خاطر اینکه قمصان جمع قمیص است. قمیص چیزی غیری جاندار هست، یعنی که غیر عاقل است. غیر عاقل که است برای خاطر قمصان میگوید، نه اینکه قمیص، نه اینکه عندی میگوید، لی نمیگوید. عندی، عندی 4 قمصان، میگه که من 4 کرته دارم. قمصان گفتیم جمع قمیص است. ببینید 4 مؤنث است و قمصان مذکر هست. قمیص است اصلش، قمیصون. عندی 4 قمصانی، نزد من میگه 4 پیراهن هست. رقم 11. عندي ريالان وخمسة قروش. عندي ريالان وخمسة قروش، میگوید که من 2 ریال و 5 قرش دارم. قرش از ریال پایانتر، در تاجیکی ما شما که دیرم میگیم، سامانی است، از سامانی پایانتر دیرم هست. در همچنین ریال یعنی که بجای سامانی است و قرش بجای دیرمی تاجیکی است بگیم، یعنی که از سامانی پایانتر.
عندي ریالانی و 5 قروشین. میگه که من 2 ریال و 5 قرش دارم. ببینید عندی این خبر مقدم هست. ریالانی 2 ریال. ریالانی، ریالون 1 ریال، ریالانی 2 ریال. میگه من 2 ریال دارم. و 5 میگم یا 5 یا 5 کدامش است؟ هر کسی که جواب داد نوش جانش. و کسی که جواب نداد واو گفتیم واو عاطفه است. ریالانی مبتدا است و 5 عطف به جای ریالانی است، برای خاطر 5 میگیم. و سببش در چی است؟ به خاطر اونه که عطف است. عطف به جای ریالان. ریالان معطوف است و باید 5 بگوییم. قروشین، برای چه قروشین گفتیم؟ به خاطر اونه که مضاف الیه هست. ببینید 5 مؤنث است و قروشین مذکر هست و جمع هست. همین قاعده درس ما و شما هست، در یادتون بگیرید. رقمی 12. فی هذه الحافلة 10 رکاب. فی هذه الحافلة 10 رکاب، یعنی که در همین حافله اتوبوس، یعنی که مسافرکش اتوبوس. فی هذه الحافلة یعنی که در همین اتوبوس 10 رکاب 10 سواره است، یعنی که 10 آدم در داخل اتوبوس است. رکاب یعنی سوار شده ها. رکاب یعنی سوار شده ها. راکبون یک کسی سوار شدگی. رکابون جمع سوار شدگی ها. از 2 کس بالا باشد، 3 کس از 3 بالا باشد. اگر ما جمع میاریم ببینید عشرتی اینجا ده بعدش عشرتی معدود عدد هست، رکابی معدود است، باید جمعش بیاره. برای خود رکابی میگیم، راکب نمیگیم، رکابی یعنی که 10 سواره است. فی هذه الحافلة 10 رکاب. برای چه 10 گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا مؤخر هست. رکابین، برای چه رکابین گفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. خب میگذاریم بعد تمرینی رقمی 3. در تمرین رقمی 3 میگوید اجیب عن الاسئله الاتیه مستعملا یا مستعملا العدد المذکور بین القوسین. میگوید که جواب بده از سوال های می آمدگی در حال بودنت استفاده برنده عددهای ذکر شده رو بین قوس، بین 2 قوس. ببینید در اینجا بین قوس ها بعد نقطه رو ببینید، بین قوس ها رقم ها هستند، عدد ها هستند. همینا رو میگه استفاده برای جواب بده. همین عددهایی که در درون همین هسته به همین استفاده برده جواب بده. مثلا یک مثال شخصش کار میکنه، میگه مثال کم کتابا عندک، چند کتاب داری تو؟ کم کتابا عندک. برای چه عندک گفت؟ به خاطر اینکه غیر عاقل است، نه کتاب غیر جاندار هست. کم کتابا عندک یعنی چند کتاب داری تو؟ انا اکنون جوابش رو ببینید. میگه که عندی درون قوس رو 3 است، نه عندي 3 كتب. عندي 3 كتب. میگه که من 3 کتاب دارم. من 3 کتاب دارم. عندي یعنی که دارم من 3 كتب 3 کتاب. برای چی 3 گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا مؤخر هست. مبتدا همه وقت مرفوع می شود. پس انا همین طور مثال های پایین باید ما و شما کار کنیم. ببینید رقم 1 کم اخ لک یا حامد. چند برادر داری تو ای حامد؟ کم اخ لک یا حامد یعنی چند برادر داری تو ای حامد. اکنون در اینجا باید ما جواب بدیم 5 را. ببینید باید بگوییم که 5 برادر دارم من. چطور میگوییم؟ میگوییم که لی. برای چی لی گفتیم و عندی نگفتیم؟ به خاطر اینکه اخ جاندار است، نه عاقل است. میگوییم که لی 5 اخوة. 5 اخوة یعنی که من 5 برادر دارم. لی دارم من 5 اخوة 5 برادر. 5 میگیم. برای چی؟ برای اخوه
جمع اخ است، مذکر هست، خمسه را در آخرش ت می نویسیم. این رقم یک. رقم دو رو بینید. کم عمن لک یا لیلا، کم عمن لکی یا لیلا. برای چی لکی گفتیم؟ به خاطر که لیلا منادای ما مؤنث است، زن رو پرسیدیم، برای خاطر لکی میگیم. در بالا مرد رو پرسیدیم، برای لکه گفتیم. در اینجا لکی یعنی زن رو پرسیدیم. کم عمن لکی یا لیلا یعنی چند عمک داری ای لیلا، یعنی چند عمک داری ای لیلا. ببینید در درون در قوس ببینید رقم 4 است. باید لیلا بگوید که 4 عمک دارم. چطور میگوید؟ عندی میگوید یا لی؟ عمک رو نگاه میکنیم که چی است؟ عاقل است، جاندار است. پس چی میگوید؟ عندی میگوید یا لی؟ عندی برای چی است؟ برای غیر عاقل. لی برای عاقل است. پس میگوید که لی اربعتو عمات یا اعمام. اعمام جمعی عم بود نه؟ یعنی که من 4 عمک دارم. 4 عمک دارم. عندي یا که لی اربعت اعمام. من میگوید 4 عمک دارم. پس لی گفتم می نویسید، نه اینکه عندی. برای عمک چی است؟ جاندار هست یا عاقل هست. رقم 3. کم ابن لک یا شیخو. چند پسر داری تو ای شیخ؟ کم ابن لک یا شیخو، چند پسر داری ای شیخ؟ در درون قوس بینه رقم 6 است. باید بگوید که 6 پسر دارم. چطور میگوید؟ عندی 6 ابناء. درست گفتم؟ نه. برای چی؟ برای عندی گفتم. عندی برای غیر عاقل است. باید چی بگویم؟ باید بگویم که لی 6 ابناء، یعنی که 6 پسر دارم. رقم 4. کم سؤالا فی هذا الدرس. چند سوال هست در این درس؟ کم سؤالا فی هذا الدرس یعنی چند سوال هست در این درس. پس چی میگویم در اینجا؟ میگویم که فیهی میگویم در همون درس. فیهی باید بگیم که رقم 8 است نه؟ در درون قوس باید بگیم 8 سوال هست. میگیم فیهی 8 سؤالات. 8. برای چی 8 گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدای مؤخر هست. سؤالات. برای چی سؤالات گفتیم؟ به خاطر اینکه گفتیم از 3 تا 10 بعدش معدوده که میاد جمع میآید، مفرد نمیاد، جمع میآید. سؤالات جمع سؤال هست. یا اسئلة هم بگیم میشود. فیه 8 اسئلة، یعنی در اون 7 سوال هست. سوالات یک اسئلة میگیم خوبتر هست. رقم 5. کم راکبا فی الحافلة. چند سوار شدگی هست در اتوبوس، در مسافرکش. ببینید کم راکبا یعنی چند کس سوار شدگی هستند فی الحافلة در اتوبوس، در مسافرکش. رقم 9 هست نه؟ درون قوس را ببینید رقم 9. پس میگوید که فیه یا فیها یعنی در همون حافله. فیها برای چی فیها میگیم؟ به خاطر اینکه حافله مؤنث است، ضمیر مؤنث میاریم. فیه ضمیر هی ضمیر مذکره. فیها میگیم فیها یعنی در همون حافله 9 رکاب. 9 رکاب یعنی در همون اتوبوس 9 سوار شدگی است. 9 آدم سوار شدگی است. و رقم 6. کم ریالا فی جیبک. کم ریالا فی جیبک یعنی که چند ریال است در کیسه تو. کم ریالا یعنی چند ریال هست. فی در جیب گفته کیسه رو میگن. جیبک یعنی کیسه تو. کم ریالا فی جیبک چند ریال است در کیسه تو. پس می نویسید که فیهی یعنی در همون کیسه. فیهی در درون قوس را ببینید رقم 7 است. پس می نویسید که فیهی 7 ریالات. 7 میگیم
برای چی؟ برای اینکه ریال مذکر هست. 7 ریالات، یعنی که در اون 7 ریال هست، در کیسه 7 ریال هست. یا میشود که فی جیبی 7 ریالات بگیم، یعنی در کیسه من 7 ریال است. یا که فیهی، هر دوش هم جایز است. میشود بگیم فیهی 7 ریالات، یا که فی جیبی، جیبی را در آخرش یا میمونیم، یعنی در کیسه من، یا ضمیری متکلم میمونه، میشه درست. رقمی 8. کم ثمن هذا الكتاب، چی قدر هست سوم این کتاب؟ کم چی قدر هست؟ ثمن هذا الكتاب، سوم این کتاب. ببینید در درون قوس 10 کرده، یعنی باید بگه که 10 سوم هست. نگوید که ثمنه 10 ریالات، ثمنه میگید یعنی که نرخش 10 ریالات، یعنی که 10 ریال هست. ثمنه 10 ریالات، یعنی که نرخش 10 ریال هست. پس همینطور نوشته میکنید و همینطور کار میکنید. و میگذاریم بعد تمرینی رقمی 4. تمرین رقمی 4 رو ببینید. میگه که اکتب الاعداد من ثلاثه الى 10. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. میگوید که اکتب بنویس الاعداد عددها را. اکتب بنویس فاعلش انت، فعل امر هست، بنویس تو. الاعداد عددها را من 3 إلى 10، از 3 تا 10 را، عددی از 3 تا 10 را میگه بنویس. واجعل كلا من کلمات الآتیه، و قرار بده میگه هر یک کلمه های می اومدگی را معدودا لها، معدود برای همون عدد، معدودا لها یعنی برای عدد، معدود برای عدد قرارش بده میگه. معدود هم شما فهمیدیم که چی؟ عدد هم همچنین فهمیدیم. عدد هم رقمایی که میگه مثلا 3 4 5 3 و 4 و 5 همین عدد است. و مثلا 3 کتاب میگیم کتاب معدود است، 5 کتاب میگیم کتاب معدود است. همین میگه همین چیزایی که در اینجا هست میگه همین را معدود قرار بده میگه. ببینید کتاب، اگر گفتن باشه که مثلا 5 کتاب چطور میگیم؟ 5 کتب، 5 کتاب. و قلم، اگر گفتن باشیم که 7 قلم چی میگیم؟ 7 قلم، 7 اقلام. یکمش 5 کتب، دویمش قلم ده میگیم که 7 اقلام. اقلام جمع میاریم، معدود ما جمع میاریم، در ذهنتون داشته باشید. تاجرون بیزنسمن، مگه گفتن مثلا گفتن است که 3 بیزنسمن، میگیم که 3 تجار جمع تاجر بدنه، 3 تجار یعنی 3 تاجر. رجل مرد، مثلا گفتن هستیم که 4 مرد، میگیم که 4 رجال یعنی 4 مرد. رجل یک مرد، رجال جمع مرد. معدود ما گفتیم از 3 تا 10 را جمع میاره، پس میگیم که 4 رجال، 4 مرد. طالب شاگرد، مثلا گفتن هستیم که 9 طالب، چطور میگیم؟ میگیم که 9 طلاب، 9 طلاب یعنی 9 شاگرد. و ریال یعنی که سوم سعودی است ریال. اگر گفتنی باشیم 10 ریال چی میگیم؟ 10 ریالات، 10 ریالات یعنی 10 ریال. قرش یعنی که از ریال پایانتر، تاجیکی بگیم دیرم. مثلا گفتنی باشیم که 8 قرش چطور میگیم؟ میگیم که 8 قروش، جمعش بیاریم نه، 8 قروش یعنی 8 قرش. اخون برادر، اگر گفتنی باشیم که 6 برادر میگیم که 6 اخوة،
sittatu ikhwatin یعنی 6 برادر. ابنون پسر. اگر گفتنی باشیم که 5 پسر میگویم که خمساتو ابنائین یعنی 5 پسر. پس این رقمایی که من موندم 3 و 5 مثلا چنده که موندم میره از پیش خودم موندم، شما باز تغییرش بدید. مثلا 5 کتاب، 3 کتاب، مثلا 7 کتاب، 9 کتاب، 10 کتاب بگید. هر یک کدامش دا از 3 تا 10 را که بمونید، هر یک کدامش دا مونده برید تا که در ذهنتون بماند. و همچنین نگفته نماند که کسانی که درس را پیگیری کرده استودید، کورس یکم رو من هر یک مثالش خودم کار کرده استودم. در کورس دوم مثالش من کار نمیکنم، مثالش من میخوانم ترجمه میکنم، شما خودتون کار میکنید. و کورس یکم برای چی کار کرده استودم؟ تا اینکه شما یاد بگیرید کار کردن چی طور است. اما کورس دوم رو وظیفه شما است که شما باید اصلا باید شما خودتون کار کنید. لیکن من شاید بعضیا یکم بار عربی را خونده استودن کار کردن نمیتونن، برای همون کار کرده استودم سوالوشه. اما کورس دوم از این به بعد ان شاء الله شما خودتون کار میکنید. من فقط میخونم و ترجمه میکنم، به شما میسپارم و شما خودتون کار میکنید. مثلا چیزی که در سوال پرسیدگی است جوابش شما خودتون میگویید، جوابش خودتون میتید، نه اینکه من. برای همین خاطر تا این یکم کورس تا آخرش، از اول تا آخرش بسیار جواب دادن سوال ها را متوجه باشید که در دوم کورس دوم جوابگو هستید در سوال ها. و کسانی که پیگیری کرده استودن درس ها را این چیزا فراموش نکنید. الکلمات الجدیده، کلمه های نو. ثمن نرخ یعنی سومش. مثلا ما شما خونده بودیم سعر همچنین سومش نرخش. نصف نیم یعنی نصف. الیوم امروز یا روز، جمعش ایام می شود. ایامون روزها، یوم روز، ایام روزها. ریال سوم سعودی، جمعش می شود ریالاتون، ریال ها. جمعش یعنی جیم علامت جمع است، ریالاتون یعنی ریال ها. قرش گفتیم از ریال پایانتر، یعنی که به مثل دیرهمی که در تاجیکی است. جمعش می شود قروشون یعنی قرش ها، دیرهم ها. بعدش حافله یعنی که مسافرکش، یا می شود اتوبوس. ما شما اتوبوس استفاده میبریم. اتوبوس جمعش می شود حافلاتون، اتوبوس ها. راکبون سواره، یک کسی که سوار شدگی است. جمعش رکابون، سواره ها. راکبون یک کسی سوار شدگی، رکابون سوار شدگی ها. بعدش از سوال ما شما سوال میگیم، سوال. جمعش میشه و اسئلتون یعنی که سوال ها. اسئلتون سوال ها. قدیمون کهنه یا پیشینه. جمعش میشه قدامه، کهنه ها، پیشینه ها. البلدو شهر یا دولت. جمعش بلادون، شهرها، دولت ها. الجیبو کیسه. جمعش میشه جیوبون، کیسه ها. جیبون یک کیسه، جیوبون کیسه ها. اروپا خیلی اروپا. المانیا. فرانسه. یونان خیلی یاپونیا. مختلفتون یعنی گوناگون، هر خیله. مالزیا خیلی نام های دولت های قدر مهم نیستن اینهاش. و کلمه های جدیدی که در اینجا خوندیم اینها را خوب حفظ کنید، مفرد و مثنی و جمع شه و در ذهنتون داشته باشید. و درسای هر یک درس اگر که کلمات جدید حفظ کردید در درسای آینده براتون فایده میرساند. پس این بود درس 19 از کورس یکم و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. الله حافظ و مددگارتون تا درس آینده در امان الله تبارک و تعالی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.